سلام بچه ها، خوش اومدین به چنل من. امروز میخوایم راجع به یکی از گرامرهای رومخ تو زبان انگلیسی حرف بزنیم. تا حالا شده یه کاریو بقیه هی انجام بدن و تو دلت بگی وای ای کاش این کارو نمیکرد؟ مثلا وقتی یکی موقع غذا خوردن ملچونوش میکنه یا چایشو قورت میکشه یا حتی بلند با تلفن صحبت میکنه. به این کارا توی انگلیسی میگن پت پیو، یعنی رفتارهای آزاردهنده‌ای که از طرف بقیه انجام میشه. توی این ویدیو یاد میگیریم چجوری راجع به کارهای اعصاب خورد کن توی انگلیسی حرف بزنیم. توی این موقعیت ما از ساختار wish plus would استفاده میکنیم. مثلا وقتی یکی داره توی اتاق سیگار میکشه و این رفتار داره تو رو اذیت میکنه، توی این موقعیت میگی I wish he would stop smoking in the room. یا I wish she wouldn't march، یعنی ای کاش ملچونوچ نمیکرد. حالا ساختار چیه؟ ساختار اینه subject plus wish plus subject plus would plus base verb. مثلا I wish she would be on time. دوستم آدم آن تایمی نیست و من دلم میخواد که این شرایط و رفتار تغییر کنه. حالا نکته چیه؟ حتما حواستون باشه که ما از این ساختار نمیتونیم برای رفتارهای آزاردهنده خودمون استفاده کنیم. مثلا اگه من ملچ بکنم نمیتونم بگم I wish I wouldn't march. حالا شما بگید چه رفتاری از سمت بقیه اذیتتون میکنه و رو مختونه؟ حتما یه جمله انگلیسی برام کامنت کنین. منم توی کامنت ها همه رو میخونم و جواب میدم. راستی منتظر ویدیوی بعدی هم باشین.